چی کار میکنی؟ چی کار میکنی فرهاد؟ چرا منو بوسیدی؟ چرا منو میبوسی؟ گلسوم، مامان، گلسوم دخترم، مامان، چی شده دختر؟ وایسا، وایسا، صدا در نیاد. دختر چی شده؟ چی شده؟ دختر نکنه داری زایمان میکنی؟ گلسوم هنوز واسه زایمان زوده، یهو چی شده؟ مامان داره میاد، مامان بچه داره میاد. داد نزن گلسوم. چرا منو میبوسی؟ چرا؟ بگو دیگه. مگه قرار نبود این ازدواج فقط روی کاغذ باشه؟ مگه قرار نبود فقط امضاهامون کنار هم باشن، نه خودمون؟ پس این چیه؟ چرا منو میبوسی؟ چی کار میکنی؟ تو برنامه ریخته بودی که منو ببری بیمارستان. فکر کردی من نمیفهمم؟ بعدش هم گفتی به خاطر اسراست. برای اسرا بود. داره دروغه. تو همشو برنامه ریزی کرده بودی. همشو. دقیقاً مثل وقتی که فهمیدی داداشم جیم چناره و تصمیم گرفتی با هم ازدواج کنی. دقیقاً مثل اون روز که رفتیم برای خرید لباس عروس و گذاشتی من فرار کنم.